Thank you. Hi. Ticket. Hi. بیا بریم کارتون نگاه کنیم. باشه. بی برید کنار. خواهد مالیم بشینه. مالی بشین بی. خب اینی که از سلام الان نمیخوام. این ورودیه ولی پشتشو بستن که دیگه نرن تا داخل. هر کس میخواد خوب خاکیشه بره تو. آره. لم داره بهتون میگم چجوری برید کمکتون میکنم. خودت اول میگه برو. تو چطوری میخوای خودت اینجا جا بدی؟ میمونه بیرون. چی شد پشیمون شد چرا نمیاد؟ نه این دیگه این قسمت رو بستن راهشو که فقط واقع نمایشی نمادینه. من میگم سربازای اون زمان این گروه جلوی ما بودن اینا برن اعضای این گروه برن بعدش خودمونن. این گروه جلوی ما بودن ما بعدش نمیدونم Thank you very much. Next one, please. آقای قربانی پاهامونو میذاریم ها. فقط اگه صحبت نکنید یه لحظه وایسید. اگه صحبت نکنید فیلممون خیلی خوب میشه یعنی کامل طبیعی. لطفاً یکم اینجا باز کنید دوستان یکم باز که آسیب نیست میگیره. دستتون رو بالا اول کلت رو رد کن کل برو پایین. ببینید دیدید اینطوری هم باید بیاید بالا. حالا طبیعیش کنین. چشماتو ببند. دوستان لطفاً صحبت نکنید. زنده میخوامش. میخوای شکار. بیا. نه یا این دیگه پاتون نیارین. خوب بود؟ عالی هستن. خودتون که میدین زیر انقدر برگ بریزم رو سرتون. خب بیای نفر بعدی. برو دست مو قشنگ. خب برو دستو فعلا خم نکن بره. برگ بریزیم رو سرت یا نه؟ آره. نه کثیف میشه نریزید پسر. بیا. آره
دست صاف. ببین دست باید صاف. پله داره؟ نه. اینطوری کف دستو بزن زمین، کف دستو بزن زمین، فشار بده بیا بالا. آفرین. حالا اول آخشامو بذار اینجا. آفرین. 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 مرسی. همین برگ بریزیم روتون خیلی طبیعی میشه. فقط توپامو باید رو چی؟ Stay there, take a photo and video and hide it. Here we go. Yeah, good. Okay, same way. Good job, good job. Yeah, put the cover away. Yeah. Yeah, how much for you? Yeah. نمونهش هم همین الان هست. اونا با پوله بعد سر پا باید میسترین بدبختا باید همش اینطوری والا لاکچری بعضیاش. بفرمایید. یه قسمتی که شبیه سازی کردن که سربازای ویتکونگ اومدن بیرون حالا دارن کارهای شخصی مثل نوشتن نامه، بررسی مسائل جنگی و غیره انجام میدن. خیلی قد بلندتر از بقیه‌تون ساختنشون. هانا عقب تیراندازی اگه خواستید میریم تیراندازی هم الان میاد دوباره. های نه این تو بدنت میمونه اصلا پول بکشه بمیری. بچه ها نگاه کنید طلا ها رو نگاه کن. این خیلی هندسیه واقعا. نگاهش کن. نگاه کنید پاش میزن اینجا تا میره خوب. یه کار چیز میشه کالباسی میشه. همش یه نمونه red one. Sorry. میدونی چیه؟ این جوندن خواسته که آتیش داخل کوره رو همیشه گرم نگه داره. ما به کسی که یه کار خوب انجام میده تو فارسی چی میگیم بهش؟ دمت گرم. یعنی همیشه آتش زندگی روشن باشه. دوچرخه چی میگفت؟
این هم نمونه نارنجک و بمبای دستاتشونه که بعد از این عملیات ریختگری میمدن درست میکنن. این هم همش واقعیه ولی خب دیگه الان داستان شده و بارون توش. بفرمایید. اینجا داریم میگیریم بابا. Just for film.